برای این شینیون ابتدا قسمت گردی وسط سر رو با کش میبندم. حالا دور تا دور سر رو لای لای پوش میدم، انتهای مو رو یه پیچ میدم و با سنجاق فیکسش میکنم. برای وزگیری از وزگیر کاسپیان استفاده میکنم و قبل از این که لایه هامو فیکس کنم یه مقدار بازش میکنم. حالا جلو مو هم لایه لایه پوش میدم و همون مراحل پشت سر رو انجام میدم. حالا برای دیزاین کردن جلوی سر لایه ها رو پوش میدم، جلو موها رو شونه میکشم و مرتب میکنم، وزگیری انجام میدم و بعد موها رو با سنجاق فیکس میکنم. برای پشت سر یه تیکه از مو رو برمیدارم، از رو کامل پوش میدم و به حالت برگردون یه بوکل جلوی سر میزنم. لایه بعدی هم همینطور موها رو به شکل بوکل استوانه‌ای قرار میدم و تمامی لایه ها رو به همین شکل انجام میدم. امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه.